Assalomu alaykum do'ston va подписчикон aziz. Mana برای شما امروز یک چند سر مولوی فروشیه برای شما پیشنهاد میکنیم. دوستان عزیز همه کسی یک لایک مونتون ویدیو رو که تا آخرش تماشا کنتون. اگر مولو معقول باشه اگر از نزدیک رفته دیده بعدن خریدار کنتون لایک و زیر کنتون. اگر کانال معقول باشه اگر обязательно подписаться کردم دوستان عزیز. یکم مولی ما بقچه شوید تازه شوید دوستان عزیز. شوید کارپات بسیار آدم کارپات میگه یک خیلی شوید میگه دوستان عزیز. اكون کارپات گویم میشه دوستان عزیز. خورد و خوراک سلامتیش بهترین عین حال یگان خیلی کمبودی ندارد. کسانی که برای مول کردن اگه خریدار باشه اگر محرم دوستان عزیز. بقچه کم کم بیایم خود گشتگی بقچه دوستان عزیز. خورد و خوراکش با گم نیست. نرخش به نهایت ارزان. نرخش دوستان عزیز همگی 7500 سومانی باز کم تو معاملات دارد. مسئله دستافکش به یگان مشکلی لبو جوی تاجیکستان دستافک میکند. فقط گفته که نرخ زیادتر یا کمتر کرده دوستان عزیز. اگر تریتوری خوجم باشتون اگر خوب میگذاریم مولد دویم دوستان عزیز. خانوجینی گیبرید سیمنتال با الو گیبرید شدگی دوستان عزیز. اینم خورد و خوراک سلامتیش بهترین عین حال یگان خیلی کمبودی ندارد. 6-7 ماه شدگی خورد و خوراکش گم نیست دوستان عزیز. نرخش 7500 سومانی باز کم تو معاملات دارد. مسئله دستافکش به یگان مشکلی تریتوری خوجم باشتون اگر دستافکش 20 پلاتین دوستان عزیز. اگر طرفای دوشنبه باشتون اگر خیلی وایام تشکیل میکنه در گفته که نرخ زیادتر یا کمتر کرده دوستان عزیز. میگذاریم مول سیوم دوستان عزیز. بقچه الو خورد و خوراک سلامتیش بهترین عین حال یگان خیلی کمبودی ندارد. برای مول کردن بهترین دوستان عزیز. نرخش 7200 سومانی باز کمتون ارزان می شود. 4-5 ماه. خب دوستان عزیز میگذاریم مول چهارم ما بقچه گیبری دوستان عزیز. سیمنتال با الو گیبری شدگی دوستان عزیز. خورد و خوراک سلامتیش بهترین اینم دیتا من 4-5 ماه شدگی بقچه دوستان عزیز. نرخش 7200 سومانی باز کمتون معاملات دارد. مسئله دستافکش باشه که به یگان مشکلی من خطی کلین هم صحبت شده تشکیل کرده می شود دوستان عزیز. در پایان اکران رقم تلفن صحبتش هست دوستان عزیز. زنگ زدتون کدام نمره معقول باشه اگر این مینه همراهش خریدار کنتون دوستان عزیز. ما همه وقت برای شما ویبر کدام میمونم 4-5 کدام من ویبر کدام مونده کدامش معقول شود همراهش خریدار کنتون دوستان عزیز. خب دوستان عزیز پنجم مول ما من گولشتین فریزا که الو گیبری دوستان عزیز. خورد و خوراک سلامتیش بهترین عین حال یگان خیلی کمبودی نداره. من اكو اسپاس الافو سر شدگی من میدان با بوده پاتویتون من زمستان با اوج مول با خوش کنتون میشدگی مول دوستان عزیز. خورد و خوراکش زور این خنوجین دوستان عزیز 5 ماه شدگی مسئله خورد و خوراکش با گم نیست عین حال یگان خیلی کمبودی ندارد. نرخش 6700 سومانی باز کم تو معاملات دارد دوستان. مسئله دستافکش گفتم که به یگان مشکلی با جای تاجیکستان دستافک میکند. صاحبی مول البته گفته که نرخ زیادتر یا کمتر کرده مسئله دستافکش تشکیل میکند دوستان عزیز. خب دوستان عزیز میگذاریم مول ششم بقچه 4 پیاسلی با کارپات اینم گیبریچه. خورد و خوراک سلامتیش بهترین عین حال یگان خیلی کمبودی ندارد. من استوکش دوستان همه طرفش زور دوستان عزیز. 4 تا پوچکش سفید برای مول کردن با خوش کردن تمام می شود. سینی سالش 2 ماه دوستان عزیز. اگر مول شیردارتون باشد اگر خوش کنتون می شود خودش هم علاوه سویس بیده می خورد. مسئله خورد و خوراکش با گم نیست دوستان عزیز. من خریدار جذب باشد اگر با نزدیک رفته میبینیتون دوستان عزیز. ما همه وقت ما ویبر کدام اونگی کدامش معقول شود اگر این مینه همینش خریدار کنتون. آدمایی که هست دوستان عزیز همین بازار 2000 سوم میخرد بعد از 1 سال 2 سال 20. خب دوستان عزیز نرخش 6200 سومانی باز کم تو معاملات دارد. خب دوستان عزیز میگذاریم مول هفتم ما بقچه سیمنتال گیبری دوستان عزیز. این 15 روزه شدگی بقچه کم کم علفا میخورد. یگان تا مولی شیردارتان با خوش کنتون مولی نغز میشدگی مول چه دوستان عزیز. خورد و خوراکش سلامتیش با کم نیست دوستان عزیز. مسئله نرخ و نواش بگذاریم اگر نرخ و نواش همگی 5200 سومانی باز کم تو معاملات دارد. اگر که تریتوری خوجم باشتون اگر دستافکش به یگان مشکلی تشکیل کرده می شود تا خانتون رسانده میمانند. صاحبی مول البته دوستان عزیز. درش میریم گسرچه های ارزان برای شما دوستان عزیز. خب میگذاریم نوبتی 4 سر دیگر گسرچه های ارزان برای شما
با نرخ 10 سر است. همگی 4 سر. دانشان یک دانه بقچش 1.5 ماه شدگی موندگیش 3 دیگه قناجینو 3 ماه تا 4 ماه. همش خورد و خوراک سلامتیش بهترین. اگر که مولوی شیردارتان باشد اگر خوشتون نمیشود. اگر جای گوسفند به 100 داده میپایم گفته که آدم باشه که وای بهم شدن میگیره دوستان عزیز. همش خورد و خوراکش زور. همش کرپا دوستان عزیز. من کلا چوش دوستان همش علف خور بیده خور شده دوستان عزیز. مسئله خورد و خوراکش پر گم نیست. اینا آبتون فروخته می شود. یک دانه دو دانه نمی فروخته است. آبتون فروخته می شود. خریدار باشتون اگر مرامت نزدیک رفته دیده بعداً خریدار کنتون. مسئله نرخ و نواش بگذاریم. اگر نرخ و نواش هر یک دانش 3900 سومانی باز کمتون ارزانه می شود. من خریدار باشد اگر مرامت زنگ زنیتون نزدیک رفته دیده بعداً خریدار کنتون. وارنتی زور دوستان عزیز برای شما با نرخ ارزان گوساله مایده منه. یک تاش 1.5 ماه موندگیش 3-4 ماه شدگی گوساله با نرخ 10 سر است.